سجاد صدیقپور دوچرخه سوار تبریزی در مسیر 1000 کیلومتری سفرش امروز وارد اردبیل شد. سجاد صدیقپور هستم، 21 سالم، اهل تبریز. از سال 85 رشته دوچرخه سواری را آغاز کردم. تا به الان میشه گفت 2/3 ایران و 3 کشور رو رکاب زدم که بتونم شعار خودم رو، فرهنگ حفاظت از طبیعت رو به مردم دنیا اعلام کنم. مسیرم از تبریز به مناسبت 2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک آغاز شده با شعار اراده ملی برای زمین پاک و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت پسماند برای نسل آینده شروع کردم و تا گرگان ادامه خواهد داشت که حدود 1000 کیلومتر است و از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و در نهایت توی شهر گرگان به اتمام میرسه. فکر می‌کنید چند روزه برسیم گرگان؟ حدوداً 15 روز. آرزو دارم یه روزی بتونم دور ایران و دور کره زمین رو رکاب بزنم که بتونم فرهنگ مردم خودمون، مردم کشور خودمون و همینطور شعار خودم رو توی دنیا اعلام کنم.